بعد سوال دیگه این که ما در یک قشلاق مثال زندگی میکنم، در قشلاق ما مثال تراوی میخونیم، بعد در قشلاق آدما قد جمع شده مثال میخونیم، بعد کمتر رسونتر ده مثال پرمیر نبگیریم یک کیلومتر دور ده مسجد است. او کدامش تا برای مثال خوب داره؟ خودتون جمع میشتون در خانه یگان کس و مسجد هست. مثال در خانه هم خیلی مسجد اگر یگان مشکلی نباشد مسجد روید هم. نه مسجد یگان مشکلی نداره، ما پرست در خانه ها میکنیم، تراوی میکنیم، اما خانه دا میخونیم ده. مسجد روید بهتر. الله تعالی میگه که لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. مسجدی که از اولین روز با نیت تقوا و علی وجه تقوا بنیاد شده است، سزاوارتر است که در آن بایستید. این در مسجد قبا نازل شده است، لیکن مفسرهای قاعده دارند که العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت به عموم لفظ است، نه به خصوصی سبب. و کدام سبب همین آیات نازل شده است؟ به خصوصی مسجد قبا. عبرت این نیست، عبرت به عموم لفظ است. الله تعالی میگه که مسجدی که از اولین روز بنیاد شده است سزاوارتر است که در آن مسجد بایسته. این گپ درباره دو مسجد، در کدامی همین دو مسجد نماز خوانیم سوال باشد، مسجدی کهنه‌تر، مسجدی که بر وقت بنیاد شدگی هست، یعنی که از اولتر مسجد بود، اونجا بهتر است. خود مسجد و خانه مسجد بهتر است. یا برای مسجد رویتان خوبتر است.